عجب دور زمونه ای شده. این روزا دیگه به چشمای خودت هم نمیتونی اعتماد کنی. دیدی توی رابطه ای هستی که ظاهرش خوبه اما ته دلت یه چیزی بهت ارور میده، حال دلت خوب نیست. بعد از هر مکالمه، بعد از هر کشمکش، بعد از هر چالشی که پیش میاد احساس میکنی که کلاً انرژی تخلیه شده. 2 سوال ازت دارم. دقت کن. وقتی که طرف اشتباه مرتکب میشه اعتراف میکنه به اشتباهش، میاد عذرخواهی بکنه، اصلا مسئولیت اونو میپذیره؟ یا اینکه نه، میگه اشتباه هست و بوده، یا اینکه توجیه میاره، یا اینکه برای خودش بهانه تراشی میکنه؟ سوال دوم، وقتایی که تو نیاز داری هم در دسترس هست یا اینکه فقط وقتایی که خودش نیاز داره؟ حالا میتونه هم نیاز عاطفی باشه، نیاز فکری باشه، نیاز فیزیکی باشه، نیاز زمانی باشه. اون طرف باید حضور داشته باشه اون موقع و تو واقعاً به حضورش نیاز داری. آیا فقط وقتی که اون نیاز داره از تو انتظار داره که همه کاراتو کنسل کنی و اولویت اول زندگی تو به اون بدی یا اینکه نه؟ توی این ویدیو میخوام با هم دیگه به 2 از نشونه های یه رابطه سمی نگاه کنیم. نشونه اول، ببین همه ما آدمیم و دچار اشتباه میشیم، اما مهم اینه که به اشتباهمون اعتراف بکنیم و بپذیریم مسئولیت اشتباهمون و در راستای برطرف کردن اون یه کاری انجام بدیم. و اما نشونه دوم، میریم سراغ خودشیفته ها. یه چیز جالبی که در موردشون وجود داره اینه که برخلاف این تایتل خودشیفته، طرف اتفاقا اصلا از خودش خوشش نمیاد. یعنی من اگر بودم اسمشو میذاشتم از خود متنفر. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه آدم خودشیفته خودش اصلا دوست نداره. برای همین این نقابو میزنه که یعنی من خیلی خفنم، من خیلی کولم، من best of the bestم. اگر دوست داری خودتو بیشتر تحلیل بکنی و رابطه‌ای که توش هستی رو بهتر بتونی بشناسی، یه تست باحال برات آماده کردم که توی ویدیوی کاملش برات گذاشتم. یادت باشه یه وقتایی هم ممکنه ما خودمون آدم سمیه باشیم. پس اگر دوست داری بیشتر راجع به این چیزا بدونی، حتما بهت توصیه میکنم که ویدیوی بلند منو حتما ببینی و نظرتو برام بنویسی. اگرم فکر کردی کسی رو میشناسی که دوست داره روی خودش کار بکنه و رشدش براش مهمه،